سلام دوستان. خب در این درس من میخوام که چگونه فایل را در سایت خود یا اینکه در برنامه خود اپلود کنیم با استفاده بردن از زبان برنامه‌نویسی PHP و یعنی چگونه فایل را اپلود کردن، یعنی زگدروست کردن یا اینکه اپلود کردن، روان کردن، فرستادن فایل. چگونه که شما مثلا خب مثال عادی در یوتیوب مثلا دوستان وقتی که شما ویدیو اپلود کردن مثلا در بعد ویدیو میکنید شما را میکشاید چی انتخاب فایل میکنید و غیره. خب همین که مثلا معنا همین که فایل را اپلود کردن که در رفتی کار در برنامه نویسی خودتون میبینید و این درس برای شما بسیار کمک میکنه از جهتی من میفهمم که چه مثلا فرمتاش انتخاب کنید، چگونه فایل را طرف صفحه یعنی سایت خود روان نکنید و باز زشتش هم خوب میکنیم همه طرفه و میفهمونم که چگونه کار میکند این. خب دوستان باز در این جا من یک کانال خوب را به شما توصیه میدیم که نامش کدنویس میباشد و سیلکش من در زیر کامنتاری ذکر میکنم. در مورد در آنجا نیست درس های چی است برنامه نویسی است، تماشا کنید و از خود کنید. خب بیاید دوستان اکنون شروع میکنیم تا آخرش تماشا کنید، بسیار هم میآموزید و من خوب عادی میکنم، کوشش میکنم که عادی تر به شما این را فهمونم. خب من از قبل در زمپی خود من از زمپ استفاده میبرم. در این زمپی من باشد مثال درونش میدرایم و htdocs من یک پاپکه به نام یوتیوب کشیدگیم یعنی ساختگیم و در ویژوال استودیو کد از ردکتوری ویژوال استودیو کد من استفاده میکنم، در آن کشیده کردگیم همون یوتیوب را و من زمپ کنترل خود را فعال کردگی هستم و بیاید اکنون در لوکال هاست می نویسیم لوکال هاست درونی پاپکه بریم لوکال هاست یوتیوب لوکال هاست یوتیوب. خب ببینید که دوستان یکم فایلی ما نداریم. خب بیاید اکنون یک فایلش میسازیم به نام index.php. خب من دوستان از PHP گفتم چه خیلی استفاده میکنم و یک فایل به نام index.php میکشم و یک تدیهش به نام فایل مثال اپلودش میگذارم. فایل اپلود باید نام PHP بگذاریم .php .php. خب من به فایل PHP ساختم دوستان. خب بیاید من این رو انتخاب میکنم به خاطر که دیگر خوب ببینیم و کار کنیم و صفحه رو ابنویل میکنم و خب در اینجا هیچ نیست. خب در ایندکس من مینویسم یک h1 welcome کراچی welcome. خب دوستان در index.php ما یعنی در صفحه index.php میشه یعنی در فایل index.php. خب index.php خب در این درس من دوستان همه چیزش رو با شما خوب میفهمم و من از بوتسترپ استفاده میکنم برای فرم رو ساختن ویدیو دراز نشود یعنی ویدیو چیزش وقتش دراز نشد که شما توانید این رو بیاموزید. و بوتسترپ اگر دوستان شما که ندانید یا اینکه درباره‌اش نشنیده باشید یکم چیزی مشکل نداره. بوتسترپ یک فریم ورک CSS بر این بگیم هم خطا نمیکنیم، بگیم کلاس هایی دارد که مثلا شما از همون کلاس ها را نامش میگذارید در کلاس چه که شما در من در اینجا تایتلش اول بگذارم فایل اپلود من نامش میگذارم یعنی سرلحوه صفحه را و من در اینجا می‌دارد اگر شما از بوتسترپ استفاده کنید دوستان سایت بوتسترپ می‌دارید get started میکنید get started ای چی میکنید و در اینجا لینکش رو چی کپی میکنید و میایید میگذارید در هدی خود یعنی در هدی خود میگذارید بگیم همین CSS که شما فایلایی که در هدی خودتون وارد میکنید اما همون است هیچ دیگر نیست نکیم از یک جای دیگر است و این تنها با اینترنت کار میکند اگر لینک شد وکنید و اینترنت شما فعال باشه و دارد که در اینجا نیز چیز میکنید اسکچت میکنیدش همین فایلش هم زیاد چی
نمیگیره مگابایت اسکچ میکنه و همیشه چیز از سایتتون استفاده میکنید. خب بیاید دوستان چقدر که من به شما گفتم بوتسترپ همین کلاس های ساختگی هستن که از قبل شما در کلاسی مثال المنت تگ های ختون وارد میکنید، نام کلاس رو میگوید و چی و رنگبار یا اینکه استیلش درست میکند. خب عین ها شما نیز میبینید که چگونه این کار میکند. خب من صفحه یک مرتبه دیگه ابنوید میکنم، هیچ نیست. خب بیاید اکنون شروع میکنیم و بوتسترپ خیلی بسیار که همچنان اگر نفهمیدیم مداره میبینیم. خب شروع میکنیم دوستان. من یک دیوی کانتینر میگیرم، کانتینر، و در دیو یک این همین کلاس هایی هست که دوستان دباید نکنیم. من یک کلومی 4 میگیرم یا که خب 5 هم بگیرم خیلی هیچ کنم میکنم. کلومی 5 میگیرم، بعد در دروش یک فرم نویسم، فرمی که برنامه اساسی چیز ما هست که کار میکنیم. فرم اکشنش یعنی اکشنش کجا میروه، یعنی چی کار میکنه، چی کار میکنه یعنی با کجا فریسونده میشه. شما میتونید که با یک صفحه در این صفحه خودشان بس اگر نام فایل رو ندادید در همین صفحه خودش کار میکنه. مثلا یعنی اگر از دوستان من با شما دیتر میفهمم یعنی کار ده. خب و در اینجا من یک لیبل میگیرم با نامی خیلی نیمش میتیم و در اینجا منویسم name. من نامتون میگیرم یه بار در اینپوت کنیم و اینپوت یه بار دیگه این تکست میکنیمش کلاس فرم کنترل میکنی. فرم کنترل یک کلاس داره که مثال ما چه گفتیم که بوتسترپ برای همین کلاس های ساختگی هست که شما توانید چی استفاده کنید. من این لیبلش شما میتونید دعوت چنان نکنید، مثلا هر چیز استفاده کنید. این فورش هم بگیم اینجا هیچ مهمی نداره. فایل اینپوت خیلی نمیشه حالا بعد میفهمید یعنی ایدیش هم میتونید در بوتسترپ. یعنی شما اینا رو قدر زیادتر اهمیت ندهید برای که شما PHP را چقدر کار کردن شد ببینید در صفحه و چگونه. مثال فرم دوستان اگر شما ندونید فرم همین که شما وقتی یه سایت میدارید رجیستراسیون میکنید کو هر چی فرق داره. مثلا در برنامه‌هاتون مثال تلفن‌های هست که مثلا رجیستراسیون که فرم همون چیزایی که فیلد میگن یا اینکه اینپوت چقدر مثلا عین حال شما میبینید از در چیز. من دیگر به توجه که راستش من نخوندم کمتر مشکلی برای من. چوز فایل. خب بیایید صفحه رو ابنوید کردیم. خب دیدید دوستان یک مرتبه من فایلش رو دباید کنیم اینپوت فایل و خب دوستان در اینجا من باید نیم بتیم آخه ایدیش ID نیمش برای امیایی و نیمش هم باید بتیم نیمش هم برابر نیم کنیم یعنی که وقتی روان میکنیم با پست بدونیم که چیه. خب در اینجا نیم ما فایلز یا که یوزر فایل می نویسم یوزر فایل و در اینجا می نویسم همین را فایل اینپوت رو در ایدیش میگذاریم و بیاید اکنون میبینیم. خب ویبرت فایل باید ما کلاس دباید کنیم کلاس فرم کنترل. من از بوتسترپ یک همین چیز بیسیک استفاده یعنی چیز عادی ترین استفاده میکنم که مثلا شما در مشکل نباشه اگر که نخونده باشید. خب شما دوستان دیدید که این بیاد برای سنتر کردنش این خیلی میکنیم دوستان در کانتینر یعنی در کال پایین می نویسیم که در مرجینی تاپ ام تم نویسی مثال 4 میگذاریم خودش یک رزمری از مرجینی بالا برای ما پایین میکند و بیاد کانتینر را فلوید میکنیم فلوید. خب فلوید یعنی کانتینر. من بیاد دوستان درسی بوتسترپ ندیم با خیلی وقت میگیره. شما هم همین چیزایی که اگر بوتسترپ استفاده کنید همین کلاس ها را دباید کنید تمام و
дар хотир биёед ки дар Bootstrap танҳо классро ворид мекунем ва стилоша ки чӣ қадр дестем ки дигар мо формро стил надодастем. Агар ман ҳозир линк ҳамин Bootstrap бигирам, хоб дидем дӯстон файлониҳо ки чӣ хеланд. Агар каунтарш кунем дидед чӣ хела, яъне ҳеҷ ягон рангбор яъне стил додагӣ нестанд. خب بیاید اکنون من امیدوارم که منظور رو فهمیده باشید که چه کار میکنه بوتسترپ و بیاید اکنون کانتر من یه دیسپلی فلکس میتونم دیسپلی فلک دی فلکس میکنیده و justify content center اگر درست نوشته باشیم باید کار کنم. خب دیدین دوستان یعنی سنتر آورد ما را. باز چی کنم من در اینجا که خوشتر بتوه. خب مثال لیبل در یک کلاس دیگهش میتونیم به نامی مثال سایزش فون سایز بود بکنیم فزه بود. خب از میبینیم 3 نه تا تکست سایز اگر TS بود. بله TS می نویسیم در لیبل برای شما کانتر پیشنهاد ببینیم. سه هم خوب است. کلاس TS خب به کار نکرد. خب باز میبینیم text size class text size نه دوستان فی سایز بده. من سرم تا خورد بالکی براوزر یاد باید چیز میکرده توش میده نه عملیاتش میکرده. خب دوستان بیاید ایشم نیم میگذاریم انگلیسی بعد اکنون نویسیم دیگه همه را نام خود می نویسیم شه نام خود. من نام را برای چی اگر شما بگیم وارد کردم من در PHP کار کردم باش بفهمونم که چه کار میکنن یعنی فرم ما چوز فایل انتخاب کنید فایل. خب دیگه دوستان فرم ما تیار شد دیگه یگان مشکلی ندارد. خب اکنون بیایید کار با PHP را میگذاریم. من با شما فهمونم که چه کار میکنه. خب دوستان در اینپوت های ما باید نامش بتیم که وقتی با دیگر صفحه رفت با کدام متد رفت مثال پست یا که گت رفت باید ما انتخابش بکنیم. مثلا ما نیم شاید شه مثال فایل مونه یوزر فایل دادگیم و اینپوتی نیم شه در اینجا اینپوتی نیم شه نیم دادگیم و فایل شه یوزر فایل. خب اکنون بیاید من فراموش کردم که در اینجا یا تا سابمیت هم بگذاریم دوستان. سابمیت من با توش کنشته دادم اینپوت سابمیت داریم. خب اینپوت color name id تایپش سابمیت. خب نیمش هم میگنویسیم. نیمش دیگه در ما این لازم نداریم تنها values میگذاریم یعنی چی روان کردن روان کردن. خب کلاس یا باید بتیم حتما کلاس میشونشم فرم کنترلر یا که btn success خب دیدید تنها خورد است یک مقدار از مارجین تاپی 3 پیکسل شامل میشه و 3 پیکسل نیست خودش بوتسترپ چند پیکسل های داده من دیگه فراموش میکردم نمیدونم. خب همین قدر میشه بفکرم. خب دوستان اکنون بیاد ببینید که چیکار میکند. وقتی ما در کاناپه روان کردن یعنی فایل و نام خود را در سایت خود روان کردن وقتی کلیک میکنیم
خب ببینید دوستان name آمدگی و user file. اوکی کجا رفته؟ فایل upload، یعنی این درونی فایل اینجا آمد، در اینجا. خب در اینجا بیاید من میکنم که var dump میکنم چی آمده بپرسیم. اگر خب php اول باید بپرسیم php. خب var dump $get. خب دیدید دوستان name ما هیچی پرشک نیسته، اوشم پرشک نیسته. اگر ما یکمش بنویسیم در روی ای و انتخاب یکم مثال فایل بکنیم و روان کنیم، خب ببینید نام هایشون در اینجا آمدگیه. اما اولا که فرم ده، ما فرم برای فرم کار کردن اساس یک معلومات اگر روان کنیم، ما همیشه باید از متد پاست استفاده کنیم، نه اینکه get. و اینکه شما فایل روان میکنید، همیشه فایل یک اینفورماسیون داره، یک معلوماتی دارد از استفاده برنده، یا اینکه یک چیزی مهم است که شما نباید از get استفاده کنید، که با get هم شما نمیتوانید از فایل استفاده کنید. و وقتی که دوستان وقتی که فایل استفاده کردنید، خب من اکشن ما گفتیم که دوستان وقتی ما تگمه را زیر میکنیم، همون صفحه‌ای که در اکشن ما داختیم همون صفحه ما را روان میکند. اما اگر که شما این را بگیرید، مثلا فایل را یگان فایل نگذارید، اب نوید میکنیم صفحه را و میجقیم هیچا همین مثلا صفحه خیلی فرم کار میکنه. اما ما میخوایم یک صفحه دیگه برای که کار ما خشوشتر و فهمتر کنیم در صورت. خب دوستان اکشن وقت دادیم و در اینجا یک تا متد پاست متدش دوباره میکنیم، متد پاست. خب اکنون بیاید من زیر میکنم. خب شما اگر دید که در اینجا در ادرس اینسترات همون یعنی براوزر ده شما نیم هم بود، یعنی و یا متد get قطعی ما حساب وقت پاست گذاشتن دیگر آن رو استفاده برنده نمیبیند. خب بیاید اکنون خب درونی فایل میداریم. خب یک تا فایل انتخاب میکنیم. اوزر اول بیاید یک چی میکنیم، دیگر کار رو دیگر با PHP میشود. مثلا من نام مینویسم رحیم میشه، هر نام باشد نام و یک انتخابی زاگروس که مثال یک تا صورت روان کردیم. خب وقتی که شما صورت روان میکنید سمتی سرور پاست و فایل، شما وقت تا یک مرتبه به سایت ندارید و همیشه میستونم. مثلا من درون سایت اومدم و عین حال یک تا واردم میکنم و دلار پاست رو میبینم که در درونش چی اومدگیه. ببینید دوستان من صفحه رو نوید میکنم، هیچی همون چیزا ما هسته، یعنی دیگه میتونم قطعش کار کردن بگیرم تا وقتی که من همجا را یه بار این خیلی بگیرم کپی رایت کنم، یه بار دیگه چی بجقم شه، یعنی پول براوزرمون درون همه چیزش ابناده شه و این پست ها و فایل ها را ادالت میکند. خب اکنون بیایید دوستان وقت رو زیاد نمیکنیم، کار با PHP کار میکنیم. خب دوستان من در اینجا یک چیز دیگر با شما گویم که وقتی که شما وردن پست وقتی که شما پست قطعی روان کرده اید، ما یک چیز دیگر در چیزی خودمون وارد نکرده ایم در فرم خودمون. ببینید که ما وقتی فایل روان کردیم، فایل ما را همچون یک تکست به ما نشان داده است، یعنی یوزر فایل ما را نام فایل را داده است و نیمش هم من این را کلان کنم، نامش هم رحیم. خب اما باید ما در فایل خود در فرم خود بگیم که این من که روان کرده شدم، این یعنی فایل است. یعنی از من اگر اول بنویسم انک تایپ بنویسم، انک تایپ بفکر میای انک تایپ خونده میشه اینک تایپ خونده میشه بفکر من. و در اینجا بنویسم که مولتی پارت خطا اگر نکنم مولتی پارت دیده فرم داتا بنویسیم. این هستون مولتی پارت فرم داتا. این برای چی است؟ این برای آن است که براوزر وقتی شما تگمه در زیر میکنید
براوزر میگه که این فایل یا اینکه حاضر من یک فایل دیگر انتخاب میکنم، یعنی میگه که این فرم است، این رو این تایپش میکنه، یعنی کدیروانیش میکنه برای злоумышленник، یعنی آدمایی که میتونند که چیزای شما را چی کند، хакерها و همین چیزا بقپن بگیرن. خب زاگروز که من یک فایل دیگه background jpeg. خب دیده دوستانم، خب مولتی پارت فرم که کردیم، مولتی پارت فرم داتا، اما بله اگر در اینجا من وردم پی باز برای فایل قد کار کنم ما یک تا چیز داریم، فایلز داریم. اره ما نوله میگه که حالی فایل نیومده. برای چی؟ برای که فرم ما کجای خطا کرده گیم که برای ما فایل روان نکرده ایستاده است. مولتی پارت فرم، مولتی پارت فرم داتا. خب بیاید اما شاید که صفحه را بلوی نکرده بودم، بیاید رحیم انتخاب فایل بک‌گراند. خب دیدید اکنون دوستان بیا اینجا پرینت ار انتخاب کنیم، یا اینکه من یک فونکشن میکشم اول. خب در اینجا شما میتونید فونکشن ببینید که چه استفاده میکنیم برای کارمون. دوستان کدا فونکشن مثلا دباگ شما میگذارم اونجا و میگم که مثلا اکو که یک تا برای که بخشو ببینیم همون کارهایی که چی داره متدای ما و همون رخشو بفهمیم. پری من یک فونکشن در اینجا شده است اکو وای دوستان. خب در اینجا در ورودی یک تا وریبل میگیرد. خب بیاید اکنون در اینجا دیگر بسیار چی نویسیم، دباگ می نویسیم. تمام فونکشن ویزیت میتونیم در دروش مثال پست خودمون میگذاریم، میبینیم که پست ما چی داره و میبینیم که فایل ما چی داره. خب دوستان ببینید دیگر پست ما در این اولش پست بود، یکمی که ما دباگ کردیم یعنی بعد نمایش دادیم، دیگر اینجا خشرو میبینید اره ها را دیگر خشروشون میده و دیگر. خب نیم ما دا میگه مثلا این پست یکمش پست میگه یا نیم خالی داره. اگر شما اهمیت داده تا وقتی که مولتی پارت اینیک تایپ وارد نکرده بودیم در اینجا نوشته بود که هم نیم رحیم و هم یوزر فایل، اما در اینجا عین حال یوزر فایل یک اره دیگر شدگی است که در درونش چه مقدارهای خیلی فایل را دارد و اینی که شما میبینید. خب درباره اینا بیا در عین رفتی کار و شما درسیم. خب بیاید اکنون چخه اپلود میکنه یک طرز پروس عادی ترین شب میتونم. مثال من نوشتم که if مثلا if is set دلار یعنی is set یعنی مقدار گرفته بود یعنی پر شده بود. is set files user file اوکی user file و وقتی که شما یوزر فایل میگین دوستان اگر فایل هم انتخاب کرده نباشید این میگه که بله یوزر فایل ما اومد بعد می صفحه، این رو انتخاب میکنه یعنی درست میگه و میگذاریم که در اینجا با اپراتور انقطی یعنی و باز empty میگم خالی نبود همین فایلز یوزر فایلز ما رو یوزر فایل ما چه هست در اینجا یوزر فایل ما یک اره خودش ما گفتیم اگر اره ما پر شده باشد و یک یوزر فایلش نیمش خالی نباشد در اینجا میگه نیمش. این اره خطی باید شما یاد بگیرید کار کردن به خاطر که من گفته بودم که با اره باید ما یاد بگیریم کار کردن به خاطر که وقتی شما اگر خطا نخواهیم با اره کار کردن شما را بید از صفحه
فرم قطعی شما با اری باید کار میکنید برای که خواهی اری برین میآید. خب ما گفتیم یوزر فایل میشه ها اگر خالی نبود empty خودش خالی میشود، اگر خالی نبود فایلزی یوزر فایل. مثلا یوزر فایل خودش یا اری و اگر بگیم بچه‌شه، یعنی اگر من با تاجیکی بگم یعنی چیز شه از کلوچی نیمش میگم اگر که خالی نبود بیا ما بدرو if یعنی درسته کاری ما آمادگی آمادم بیا مثلا فایل ما رو اپلود بکنم. فایل ما رو اپلود کردنش دیگه چیکار میکنیم؟ یک متد داریم میشه به if مینویسیم شما از کدوم شو خشونت واتون بعد با درست چیز میکنیم میآموزیمش. خب if mo upload files داریم فایل یک فونکشن mo upload files من در اینجا و mo upload files چی میکنه؟ میگه که یک تا فایل نیم میگیره the file name of the uploaded file و یک تا destination که destination of the moved files. خب در اینجا یکم نامش هم میگیره که files tmp این ایره دوستان یعنی tmp name با دیتا درباره tmp name یا میگم tmp name و اوزو دوستان tmp name اول نام فایل بگیم کدام فایل شما برای چی یوزر شما در اره متا شاید که شما چقدر که میدونه در فرم میتونید که 4 تا فایل انتخاب کنی و اوشم شاید اگر به این درس با شما مخصوص شه و یا رام بنویسید در کامنتاریا با شما من میفهمونم که چگونه 2 تا فایل 3 تا 4 تا میشه 10 تا فایل توانید اپلود کنید. یوزر فایل tmp name و در اینجا نام فایل تون میگیرید. خب نام فایل ما $files user file و در اینجا نامش یعنی کدام فایل همون نیمی که داریم اکو که چی که فایل uploaded یعنی فایل چیشی یعنی زگروز کشید. خب انتخاب میکنیم من یه بار صفحه را اپلود میکنم. خب یعنی که فایل ما اپلود نشید به خاطری که یکم خطایی داشتیم دیدید نشیده از میبینیم. خب من چک نمیره ولی هم بزرگترش بگذارم که بتونم خوشیده set files user file if is یعنی اگر میگفتیم که پشت باشه user file در اینجا ما نامش user file گذاشته گیم user file if not empty ما empty گفته ایم یعنی اگر نبود empty علامت میگذاره و چک میکنیم. خب فایل اپلود میگه چی میگه؟ فایل یعنی آمد شد کجاش فایل شد؟ خب ده فایل در برای دیگر فایل همون آمد ایستاد. خب درست تر اگر بخواید بکنیش اینجا مثلا یک تا من یک پاپ میسونم new file user new رو دلیت میکنیم. من باید پاپکا بسازم من فایل ساخته شدم پاپکا میسونیم new files. خب در این پاپکا دیگر صورت هر چیزی که ما انتخاب کردیم بیاید دیگه چی در همین صورت در همین پاپکا داخل شوند. خب این را چیکار میکنیم؟ خب دوستان اینم عادی است یکم چیز مشکلی ندارد. شما تنها درباره فایلتون همون نام پاپکای خود رو میگذارید new files. خب این خیال یک سلش میگذاریم برای که اپلود شود و یک نقطه میگذاریم که برای بچسبه دیگه تمام. اگر از ما اپلود کنیم با گو فایل اپلود چی ایزونه شد و درون نیو فایل میگذاریم یعنی پاپکا و میبینیم که یک تا بک‌گراند آمادگی چی در این درون ایستادگی است. خب دوستان من این حال از مینوت رو ببینم چند قدر شده است. ببینید که دوستان 29 دقیقه شده است. خیلی گپ زدیم. من فکر کنم که ویدیو رو دو قسم کنیم. حتما یک قسم دیگهش این یک قسم بود که عادیش بود.
خب در قسم دیگری من اگه خواستم که همش رو بکنم، اما چقدر که میبینید وقت زیاد میگیرد، وقت زیاد گرفته ایستاده است و سراسیمه نشه و در درس دیگه من توانم که همه آنها رو برای شما خوب بفهمونم. یعنی دیگر خشوتر با 20 دقیقه دیگه هم اگر بکشم من خیلی چیزای دیگر رو توانم که به شما بفهمونم. و درس دیگه هم میگم که مثلا شما عین دوستان عین حال ببینید من یک چی میکنم، همه فایل رو شما انتخاب کردن میتونید دیگه. حاضی در درس دیگر من به شما میگم که کدام مثلا می نویسیم کد که کدام فایل را انتخاب بکنه و وقتی که اگر اون چه خطا اومده مثلا رحیم اپر نکرد یا که فایل انتخاب نکرد، وقتی این صفحه آیا باعث روان کنم شما میتونید در اینجا یک چی کنید، بنویسیم شون که هیدرش که با هم صفحه خودش ایندکس لوکیشن شبیه بتیم خطا نکنیم لوکیشن index.php و به یک تا مثلا مسیج خیلی امس میکنم برابری این شو یکون چی بنویسیم uploaded. خب بیاید اکنون دوستان من در اینجا چی رو میخواستم به شما بگم که دوستان وقتی شما ببینید هر ویدیویی که دیگر هر ویدیو میگم هر فایلی را شما میتونید روی کنید، اما وقتی که شما یک سایتی دارید که تنها باید صورت روی کنید دیگر وای نتونید که مثلا ویدیو روی کنید یا اینکه نمیدونم فایلایی که مثال پروگرام باشد مثال .exe باشد یا اینکه فایلایی که مثلا داکس مثلا فایلای داکومنتی باشد یا که اکسل این خیلی فایل‌ها را نتونید، یا اینکه شما یک چیزی که دارید که مثلا باید فایلای درسی باشد مثلا صورت نباشه در آن، یا اینکه ویدیو تنها شما باید وارد کنید در آنجا دیگر فایل را اجازه ندیم که مثال انتخاب کنید. مثلا در اینجا بیاید من یک اگر یک ویدیو یابم ویدیو انتخاب کنم. خب 40 فرد 50 فرد خیلی 40 فرد زبان روسی را من روان میکنم. ببینید دوستان عین حال دوستان این فایل میرود ابنوید میشود یعنی سخرید میشود در پاپکای دیگری و برمیگرده همین صفحه میآید و بیا در index.php من یک چیز نویسم من نویسم در بالا بله در همینجا if من نویسم یا php tag میکشم وقتی که ما در get all روی میکنم دوستان در اینجا من نویسم if is set $getty مس نویسه بدیم مس اگر مس میگیم یکم چی مقدار گرفته باشه پس بیا ما در یک چی را بکن مثال یک مسیج با دوستمان بده استفاده برنده هم بگه که یعنی فایلش ما اپلود شد if is set get message اکو کن یک تا چی میشه یا پ قطع بگیره میشه یا پ با کلاسی text size ده خب دوستان در اینجا من کدش نوشتم شما ببینید یعنی میگم if اگر ایست هازی get ما پست ما برای پست یعنی یه چیزی که باید ما مخفی بیمونه و get برای همین استفاده برنده میتونه ببینن. مثلا من در اینجا گفتم که وقتی که اومدی ما کردی اپلود یعنی اپلود شدی به یکم پرابلمه بیا لوکیشن ایندکس لوکیشن یعنی هیدر کنه روانش بکن با صفحه index.php گفتم با گتی یعنی یک مسیجی گتی اپلود بره. خب این برمیگردد میآید و در اینجا چیکار میکند وقتی گفتم بعد ما ایست هم میپرسیم یعنی کد منویسیم که اگر گتی مسیما مقدار گرفته بود پس بیا مثلا یکم کار برای ما بکن که وقتی ما یعنی اگر گتی ما مسیجش مقدار گرفته باشه ما میدونیم که یعنی فایل رفته با موافقانه اپلود شده است چی میتونه فایل دیگه ساختنش کنیم. خب بیایید
در اینجا می‌نویسیم که نقطه را من دیگر حرف می‌نویسیم، من نمیدونم برای چی خیلی کردم. شما با موفقانه فایل را چی بگیم، فایل را روان کردید یا اینکه روانه سخرانید کردید. خب بیاید اکنون میبینیم مسنج. خب من در اینجا یک فایل ویدیو انتخاب کردم و روانه میجقه. خب فایل ما رفته است یک خطاگی در فایل داد اپلود در لاین 16 در خط 16 در ما خطا است که در اینجا ما دو نقطه نگذاشتیم، دو نقطه ورگل نقطه. اب نبینید که صفحه را چی ما راست درونی صفحه ما میبرد و در اینجا نوشته که شما با موفقانه فایل را سخرانید کردید. اما بیاید F3 من میگذارم و این را من باید در درونی کال 5 بگذاریم. خب دیدید بیاید حتی این خیلی نه من چی باید 4 میگذاریم 5 رزمه تکست من خورد کرده شدم. خب تا 6 بوده شما با موفقانه فایل رو سخرانید کردید و بیاید یک کلاسی سکسس حضور میپرسم تکست سکسس یعنی یک ساوز اومد که یعنی چی انتخاب کردین. تکست دارک یا یک خیلی دیگه میکنیم BG سکسس. بذار ترینش کردیم. خب دیگر همین خیلی یعنی فایل ما رفت با موفقانه سخرانی شد. باز بگشت آمد جزئیه را گفت که هم خیلی فایلش ما روان کردید. باید بیا یک نام دیگه میگیریم محسن و انتخاب فایل مثال بهترین PDF هم میگیرم روانش میکنم. خب ببینید شما هیچ نمیفهمید دوستان. او فایل رفت در پاپک ما سخرانی شد و باز گشت آمد استفاده برنده را گفت که شما با موفقیت چی فایل را سخرانید کردید. خب این بود درس ما دوستان. در این درس گفتم که من دوستان شما همه فایل ها را میتونید استفاده کنید، یعنی چی ویدیو باشد چی صورت باشد چی هر فایلی باشه هر چیزی باشه شما میتونید روانش کنید. اما در درس دیگر من به شما میفهمونم که چگونه هر فایل را اجازه نده و اینی که من دوستان نویسم این همه خیلی یک نویسم بود. درس دیگر من خوش رو میفهمونم به شما، نه اینکه خیلی که شما دسین حتی نفهمو هم شاید باشه برای شما، این نفهمو هم نباشه اگر پینتره یعنی خانایش همه یا من درست میکنم خوش رو به شما میفهمونم و کدا چیشه با قوتر میرسه. یعنی میپرسیم که اگر فایل ما به خطاگی اومد ایرور شد چک میکنیم و میگیم که چقدر رزمر اومد، یعنی رزمرش تا چند قدر رزمر مثال سایت شما اجازه میده که آدم فایل روان کند و در آنجا چی دارد TMP را میفهمونه با شما TMP نیم چی است و نیم. خب دیگر سایز چه گفتیم همه چیه. خب همین خیلی تا درس های دیگر منتظر باشه برای که ویدیو دراز برنامه نشود. و در اینجا اگر خطا اگر انتخاب کرد در جبه که شما مثلا انتخاب یا که انتخاب اگر نکرد یا که یک چیز را پر نکرد بگرده بیا بکشه که مثلا تی را پر نکردی او را پر نکردی یا اینکه خطاگی اگر داد بگه که مثلا شما چی خطا کرده یک فایل نادرست انتخاب کرده. خب همین خیلی ویدیوها اگر دوستان مقبول شد حتما ابونه شوید تا درس های دیگر موفق سربلند باشه.